با شرافت استقلال دولتی در کشور عزیزمون تاجیکستان در همه ساحه‌های مختلف خوجگی خلق نوگانی‌ها دیده می‌شود. در مؤسسه‌های حدود پایتخت به فن تربیت جسمانی دقت جدی ظاهر می‌گردد که به طرز حیات سالم در جامعه منفعت آور است. در گیمنازیای تعلیمی به نام اسدالله غلاموف ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه درس تربیت جسمانی را با یک ذوق و شوق و مهارت بلند می‌گذرانند. استادان با تجربه این مؤسسه تعلیم گیرندگان را جسماً و روحاً و با آب و تاب دادن بدن ذوقمند نموده با چنین طرز حیات نسل سالم را در جمعیت تربیت می‌نمایند. طالب علمان این مؤسسه در چندین مسابقه های شهری، جمهوریوی و بین المللی از نمودهای گوناگون ورزش اشتراک نموده بارها شاهد پیروزی چشیدند. باید همه جوان به ورزش مشغول شوند. خود من نمودهای ورزش تکواندو و کیک بوکسینگ انتخاب نمودم و در نمود کیک بوکسینگ در مسابقه جام جهان که در جمهوری ترکیه گذرانیده بود سزاوار جای اول گشتم. برای من این افتخار است که پرچم تاجیکستان در این مسابقه به سطح بلندترین برداشته شد و من کوشش می‌کنم که با سخت‌تر ورزش کنم و در دیگر مسابقه بین المللی اشتراک نموده پرچم وطن را بلند بردارم. جسمی سالم از نسل سالم وابستگی کلان دارد. به خاطر عمومی گردانیدن ورزش طبق دستور و سپارش‌های شهرداری در تمام مؤسسه‌های تعلیمی میدانچه‌های ورزشی با همه شرایط‌های لازمه ساخته به استفاده داده شده است که توجه و همکاری‌های حکومت کشور و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه نسبت به ساحه ورزش میباشد. نورسان و جوانان با امکانیت داشته خود پیوسته پی تمرین و مشق و بازی‌های ورزشی هستند و سالمی خود را حفظ می‌نمایند. در مؤسسه اسدالله غلاموف ناحیه اسماعیل سامانی درس‌های تربیت جسمانی با درجه اعلی گذاشته ایستاده است. ما هر روزه با کودکان، نورسان، مکتب بچگان درس‌های تربیت جسمانی را طرز می‌گذاریم که و یا شوقمند شوند از کوچه‌گردی و از بیهوده‌گردی رو به ورزش بیارند. ما می‌خواهیم که نسل نورس از کوچه و از اینترنت کافه به ورزش رو بیارند. برای همین شده ما با مکتب بچگان مسابقه‌های شوق‌آور به مانند فوتبال، والیبال می‌گذرانیم. ما اهل کافدره تربیت جسمانی در این مؤسسه پیشه گرفتیم که باز هم از این درس‌های ما شوق‌آور گذرد، باز هم مسابقه‌های ما زیادتر شود. ما کوشش میکنیم که سهم خود را در پیشروی ورزش تاجیک گذاریم، باز هم شاگردان تیار کنیم که پرچم برداران ملت باشند. باید در مؤسسه‌های تعلیمی به درس تربیت جسمانی دقت مخصوص ظاهر گردد تا نورسان و جوانان رو بیارند به بازی‌های گوناگون ورزشی و از آواره‌گردی و دست زدن به کردارهای ناشایم خود را دور سازند. از چهره خوش و بالیده خاطری نورسان معلوم بود که چنین مشغولیت‌های ورزشی به طبع و ذوقشان نزدیکی دارد. اگر هر یک نورس و جوان همه روزه پی مشق‌های ورزشی باشد، سالم است و میتواند خود را بردم و جسور حسابد، زیرا جسم سالم را تن سالم تشکیل می‌دهد.